آبروریزی و جنجال‌های بسیار عجیب پای تابوت فردی تایفور بزرگ، پدر موسیقی کلاسیک ترکیه. با سال 2017 همراه باشید برای دیدن یک ویدیو جذاب دیگه از اخبار ویژه هنرمندان ترکیه. همین ابتدای سال نو میلادی ترکیه یکی از مهمترین پدران خودش را از دست داد. فردی تایفور، پدر موسیقی کلاسیک ترکیه، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شخصیت‌های موسیقی ترکیه در 79 سالگی درگذشت. مراسم تشییع جنازه فردی تایفور یکی از باشکوه‌ترین و پر ازدحام‌ترین مراسم‌های تدفین ترکیه بود که هزاران هوادار فردی در آن شرکت کرده بودند و به گفته کارشناسان ترکیه تا به حال چنین مراسم تدفینی رو به خودش ندیده بود. شما دوستان اگر مایل نیستین بیوگرافی این هنرمند رو بشنوین و پیگیر جنجال‌های مربوط به مراسم ختف تایفور هستین، میتونین ویدیو رو از میانه‌هاش مشاهده بکنین. فردی تایفور تو سال 1945 تو آدانا به دنیا اومد. جالبه که اغلب با عناوین و القاب مختلف ازش یاد میشد، مثل پرنس موسیقی کلاسیک، پدر موسیقی کلاسیک و یا فردی بابا. تو 6 سالگی پدرش را از دست داد و زیر دست ناپدری بزرگ شد، ولی به خاطر وضعیت نامطلوب مالیشون نتونست مدرسه رو ادامه بده و تو مغازه ناپدریش مشغول به کار شد. از همون بچگی عاشق موسیقی بود و با وجود عدم رضایت ناپدریش تو مراسم‌های عروسی خوانندگی میکرد. بعدش به استانبول نقل مکان کرد و بعد از مصیبت‌ها و تلاش‌های بسیار در سال 1975 با آهنگ چشمه موسیقی کلاسیک ترکیه رو زیر و رو کرد. کل ترکیه این آهنگ رو از بر بودن و تایفور ترقی چشمگیری کرده بود و دیگه همه میشناختنش. این آهنگ اونقدر محبوب شد که 1 سال بعدش ازش فیلمی ساختن به همین نام و البته به نقش آفرینی فردی تایفور و بازیگر زیبایی به نام نجلا نازیر. با شروع دهه 90 میلادی با اینکه خیلی ها ادعا می‌کردن عمر موسیقی کلاسیک در ترکیه به سر اومده، ولی فردی تایفور با قدرت ادامه میداد تا جایی که تو اون دوره دست کم 200,000 نفر به صورت بی‌سابقه‌ای تو کنسرتاش شرکت می‌کردن که برای زمان خودش رکورد خیلی بزرگی بود. حتما تعجب میکنید اگر بدونید فردی تایفور هم مثل خیلی از افراد مشهور دیگه فرزند نامشروع داره، اون هم 3 تا. فردی تو 17 سالگی واسه اولین بار پدر شد، چرا که با دختری به اسم فاطمه آبجی در ارتباط بود و بعد از جداییشون سالها بعد متوجه شد از فاطمه پسری به اسم تیمور داره و 14 سال بعد تیمور رو پیدا کرد، دقیقاً مثل فیلم ها. و اما تنها ازدواج رسمی فردی تایفور بزرگ با زلیها بود که حاصل ازدواجشون 2 تا دختر هست، ولی متاسفانه با همون همبازی قبلیش تو فیلم چشمه یعنی نجلا نازیر به همسرش خیانت میکنه. تایفور بدون اینکه از همسرش به صورت رسمی جدا بشه رابطه خارج از ازدواجش رو با معشوقه چندین سالش یعنی نجلا شروع کرد و حتی از نجلا صاحب دختری به اسم توچه شد. نهایتاً تو سال 2007 عشق پر آوازه تایفور و نجلا به انتها رسید و بعدش فردی تایفور با یکی دیگه از همبازی‌هاش به اسم حبیب عمومیانی وارد رابطه شد. از رابطه خارج از ازدواج دومش هم با صاحب پسری به اسم فردی تاها شد. تایفور تو سال 2010 از معشوقه دومش هم جدا شد و دوباره به سمت همسرش زلیها برگشت و زندگی مشترک رو مجددا شروع کردن. سالهای بعد زندگی تایفور به بیماری‌های پشت سر هم و مختلف گذشت. یکی دیگه از اتفاقات جالب زندگی این هنرمند بزرگ که شبیه فیلم هاست ماجرای پیوند کلیه‌اش هست. پسر بزرگ فردی تایفور یعنی تیمور داوطلب شد که یکی از کلیه‌هاش رو به پدرش اهدا بکنه و در کمال سخاوت این کار رو کرد. ولی متاسفانه بیماری‌هایی که فردی بزرگ بهش مبتلا بود زیاد بود و نهایتاً هفته پیش تسلیم مرگ شد. یادش گرامی و روحش شاد. ادامه ماجرا بسیار جنجالی هست، حتما با من همراه باشید. اولا که مثل ابراهیم تاتلیساس بزرگ که با دخترش دیران چیتاک مدام درگیر هست و مشکل داره، فردی تایفور مرحوم هم با دخترش توچه که حاصل رابطش با نجلا بوده مشکلات خیلی زیادی داشت، حتی بیشتر از مشکلات ابراهیم با دخترش. ماجرا اینه که فردی تایفور جایی عنوان کرده بود دلش نمیخواد دخترش و دامادش از نام فامیلی تایفور استفاده ابزاری بکنن، به همین دلیل علیه دختر و دامادش شکایت کرده بود. حتی تو مراسم عروسی دخترش
خودش هم شرکت نکرده بود. از طرفی بعد از ماجرای شکایت بازی، مادر توچه یعنی معشوقه سابق تایفور تو فضای مجازی یه افشاگری عجیبی انجام داد. اون گفتش آقای تایفور، شما سالها قبل به خاطر اینکه من نتونستم فرزند پسری برات بیارم منو از خودت روندی و بعد هم به ژاپن فراری شدی تا از دست من و دخترم خلاص بشی. این اظهارات نجلا طرفداران سینه‌چاک تایفور رو بسیار عصبانی کرد. حتی به گفته یک سری منابع حال روحی و جسمی فردی تایفور بعد از این افشاگری نجلا بدتر شد. به همین دلیل فنهای تایفور هیچ دل خوشی از نجلا و دخترش توچه نداشتن. از طرفی داماد تایفور هم حرفای سنگینی به اون زده و گفته بود تو برای یک ملت داری پدری میکنی در حالی که تو پدری کردن برای دختر خودت درموندی. این مشکلات پدر و دختری حتی تو زمان بیماری تایفور هم ادامه داشت و دخترش توچه برای ملاقات پدرش حاضر نشد به بیمارستان بره و ازش دلجویی بکنه. ولی بعد از مرگ پدر توچه گویا گریه و بیقراری زیادی کرده و گفته که منو از پدرم جدا کردین. فیلمش رو با هم ببینیم. از بدترین اتفاقات این مراسم ختم باشکوه جایی بود که توچه و مادرش نجلا جهت خاکسپاری فردی تایفور اومدن، ولی چند نفر از نزدیکان تایفور مانع نزدیک شدن مادر و دختر به تابوت شدن و حتی کار به فحش و ناسزا هم کشید و باعث ناراحتی همگان شد. خلاصه که کل زندگی حرفه‌ای و عاطفی فردی تایفور بزرگ مثل یک فیلم بود و مراسم ختم اون هم مثل وقایع فیلم‌ها عجیب و پرحادثه. ضمن اینکه برادرزاده تایفور تا همون مراسم به خبرنگارها گفت که عموی عزیزم دلش می‌خواست با دخترش صلح و آشتی برقرار بکنه و از اینکه از دخترش جدا شده بود پشیمون بود. از اتفاقات جالب توجه مراسم ختم تایفور حضور ابراهیم تادیساس و اورهان گنجبی بود که به خاطر رابطه نزدیک و دوستانه‌ای که با تایفور داشتن و هر سه نفر از هنرمندان یک نسل بودن از این فقدان خیلی ناراحت بودن. اظهار جالب امپراتور ابراهیم هم جالب بود که گفت ما پرنس موسیقی کلاسیک رو از دست دادیم. آره بس این پرنسını kaybettik. Babasının değil prensini. Kimse ona boyun ağlar. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. حتما نظرات ارزشمندتون رو برامون بنویسید و بگید که آیا طرفدار موسیقی کلاسیک به سبک فردی تایفور بزرگ بودید یا نه. متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. مراقب خودتون خیلی باشید. خداحافظ. Ben senin hasretine alışamadım. Yüreğim sayende